سلام بچه‌ها، اولین ویدیو چالنجمون در یوتیوب. می‌خوایم یه چالش بذاریم ما و خودی. سلام بچه‌ها. اوکی. دیگه قراره بهتر کنیم دیگه بچه‌ها. فهمیدید؟ اصلا یعنی شروع شد. می‌خوام جرت بزنم، می‌خوام جرت بخوام یه چیزی بزنم تو صورت دیگه بلند نشی. فهمیدید؟ می‌خوام یه چیزی بزنم. ببینید آخر ویدیو معلوم میشه کی جرت می‌زنه. حالا دیگه ببینیم کی بلند میشه. خب داستان بچه‌ها بطری رو می‌خوایم بندازیم. هر کی تونست بطری رو صاف بندازه یه دونه از اونها میگیره تو صورت اون یکی میزنه. فهمیدی؟ الان میخوام جرد. آماده ای؟ اول کی بندازه؟ اول کی بندازه؟ سه خواست خیلی سامیازی سر سه تا سر یکی. سری سه تا. سر سه تا؟ چیزی هست اصلا ما بلد نیستیم. میگیم 1 2 3 یا قیچی میاره یا سنگ میاره یا کاغذ. فهمیدی؟ 1 2 3 1 2 3 یک سفت من 1 2 3 1 2 3 2 1 1 بیا دیگه بردو دیگه دو تا ما یکی بس هر کی سه تا رو پر کرد 1 2 3 دهن سرس ولش کن آقا من باخت میدم برو وقت بندم کاری باخ یعنی نزدیک بود دهن سرس دهن وای میخوام خامه بزنم چی شانس خرکی تا تکنیک داره اصلا تکنیک داره ها برو ببین چیکار وای من چقدر بدم فکر کنم خامه دست بخورم خب دست میخوره وای من خیلی بدم پسر وای یا وارم نیه پسر خدایا همین آقا کی خامه تو صورت یکی میزنه برای شما همین الان کامنت کنید بچه‌ها ببینید کی خامه میزنه فهمیدی کسی نفر اولی که درست بگه براش یه دونه جایزه بهش میدم خودش من دادش به خامه یه خورده داخلش آب رفته انگار فکر میکنه فهمیدی یه جوری دوربین میخوایم خامه بزنیم اما رو برای بزن دیگه اینجا باید باشه که بردم ببینه که خامه داریم میخوره دیگه خب بچه خوب اینجاست بچه خب اینک دی چرا در میگه مثلا با اینک بزنم فهمیدی چه سر یک دفعه یا دستمالم براش میارم چقدر مهربونم وای بچه خامه میخوری یک دفعه خامه سهیل جون خامه میخوری سهیل نمیخوای پاک کنی پاک کن قشنگ پاک کن بس برو نمیخوای ادامه میده دیگه پاک کنی فایده نه خب نوبت استه برو وای آوالی می چیز خوردم تو میرم 100% مخورم نه میندازیم وای خامی بده نه قبول نه پایین دیگه انداختی بندازش کن نه باید بندازم بابا قبول نبود دیگه اون قبول نبود دیگه درست نبود دیگه بابا جان بیا دست کثافت I threw it من اصلا فکرش نمی‌کردم یه روز یکی خامه بزنه تو صورتم نکن شبیه گل شدم جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ نه یکی مثلا دستمال بده بابا جون من دستمال کوس خود دستمال ای دهن سریس یک شانس دیگه مرا میدی نمیدی ای دهن سریس دیگه وقتا شانس ماست نمیدم به خودم شانس ماست دیگه دایید نمیدم بابا چرا میتونی دستمال سه کور میشم به خودت دهن سریس نمیبینم باید گفت میتونم دستمال استفاده کنیم خب بریم بعدی براش تارم
سهیل تو صورت بقیه خامه میزد، ما تو صورت همدیگه خامه میزدیم. آماده. ای توف توش شانس آوردم به خدا. آخ جان میبینی؟ کائناتو میبینی؟ چه ربطی داره؟ دیگه خامه میزنی تو صورت کسی؟ دیگه خامه میزنی؟ صبر کن خود انتخاب کن کدومشو دوست داری بزنم تو هر صورتت. کدامش دوست داره. بیا خب قبل از اینکه خامه بزنم یه نظر تو بچه‌ها بگو نظر چیه در مورد این خامه؟ نظر بچه ها لایک کنین. دیگه گوه نخور دیگه بیا اینو بخور. وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجن. وای دستمال بگی بزن. برو. دستمال نمیخوای؟ بابا با من کار دستمال میتونی استفاده کنی، بعد من نگی نمیتونی دستمال استفاده کنی. خوشمزه است نه؟ دست بزن. وای پسر. نمیره بابا نکو بابا، مسابقه چمپیونز لیگ مگه آخ مگه ال کلاسیکوه بچه‌ها. نه خب قبل از این حرفای ما بزن. خب حرفاتو بزن عزیزم. گوه خوردم به خدا گوه خوردم. دیگه چالش نمیدم. ای بده دستمال بده. دایی زندگی به خدا که دیگه چالش نمیذارم من. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده، گو میخوری فوش میدی. همین اولی و آخرین چالش من. چسبیده نه بقیه رو داره اومده میکنی ها. آماده دیگه. بریم 1 2 3 ای گیریم توش. اوه این شانس میاره به خدا. این شانس میاره. اینطوری بنداز نگاه کن. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خدا بچه دعا کنه دیگه. دعای شما پشت از من. نه خدای شکرت. وای ما چقدر بد شدیم پسر. انداختی دیگه به شانس نمیدم دیگه به شانس نمیدم. خدای بیا دیگه. شک بودیم. وای نمیشینه. ترازو هستن اینجا باید بندازم. گو خوردم بچه ها موشه این دفعه موشه. نموشم. وایساد چپش دور. برو که بابا نموشه چرا؟ یا این قراره امشب بریم فضا، قراره خامه بخوره خودی. بیا اینجا میخوام بزنم تو صورتت. لباسا شده کسی ده. خب یه حرفی بزن با بچه صحبت کو قشنگ. بچه دوست دارم. I love you. این دوستتون داره بچه خب، ولی الان داره گو میخوره چون که مجبوری اینو بخوره. جان خوشمزه است. نریزه بابا رو لباس دو با حالا ریخت دیگه داداش دیگه بنایی اومد دیگه. چه حالی میده پسر. ببین خامه تو صورتی که میزنی این خیلی عالیه. تازه میفهمم الان سهیل چه عشق میکرده خامه میزده هی را بره تو صورت اینو. بعد جای پاشت که نال مردم فکر بعد بکنه بابا. بیا نوات تسته بنداز. حالا بعدیش هم قرار خودت بخوری دیگه. مطمئنی؟ حالا همین الان بگیم خب دوباره دیگه نندازی. الان بگیم خب میخوای این آخریش باشه یا میخوای دو تا دیگه هم بزنیم؟ تا آخرش بریم. آخرش خودت شد زیاده. نگاه کن 80 تا. نه اون دو تا دیگه. خب اوکی. بدون از این. اوکی که خلاص اون.
یک دقیقه قلب ما دهنت دوباره رفت پایین. نزدیک بود بگی گل خورم دیگه قبول نه. آها یا جان کاکا خود یواش بزن داغون نکنی فقط خب. نه یواش. یک جوری محکم بزنم که نه محکم نه محکم کس خود. نه گاجا چی؟ بابا تو مالی مای ما را رنگ کنی یا صورت ما را خامه بچسبونی؟ ای دهن سریز آخر ای دهن سریز. بریم اعصاب خراب شد. اعصاب دیگه ریزه شده جا. بچه مساوی این منوزه بچه دوتا آخریه خب. هر کی دوتا رو خلاص کنه دیگه تمامه دیگه. دهن یکی سرویسه. ما بزنم این رقمی خب مساوی اینطوری کیفم در این زندگی اینجوری میندازم. وای ای توف توی زندگی. ای بابا دیگه انداختی نه دیگه زیاد توست جانم باش عشق من باش. الو سعی میکنم امشب همه هنرهامو برات رو کنم. گوشیم زنگ میزنه باید برم جای. خب یواش مهربون باش. نقره باش عشق من باش یار چشمان من باش. این خوب آرایشگر نشده بخواد وگرنه آرایشگر باشی دیگه خراب. الان داشتیم رو صورت من قد خامه داشتیم قیافه ما جور میکردیم. یعنی واقعا این قیافه من یکی اینجا ببینه نمیترسه. یک لسه بریم دفعه سر. برو آخ جان روی هوا گرفتم. آخ جان ببین نکن. خامه میخولی؟ یا بخوری؟ نه دست میخوام با آرامش بزنم بچه نکن اینجوری میمانی. جان خوبه مزهش خوبه. بخور لیز بزن مزهش خوب بود. همین مزه میزه که صورت من مالیدی. این داره میخوره این گوش نشه. دهنه زنی دو تا دیگه مانده بچه. دو بار میندازی؟ نه ور دستا انداخته. دمه انداختی ها. اوه بچه دوتا خامه آخر ها. دوتا ظرف آخر ها. وای قرار لقم فهمیدم باشه برنده کیه؟ توی؟ ای خدا گوتو از قرار معلومه فهمیده برنده کی. سبکو کجا؟ یک سه دیگه هم بیده سبکو بیا اول اینو بندازیم. بیا نامرد بخور. نامرد چیه آقا؟ خامه دوست داری میخوام خامه بدون بخوره دیگه نه؟ چیزی؟ ویگنی؟ چیچیا؟ دهنه سرید. 1 2 3 بیا با همین ظرفشم برای خودت نگه داره. دهنه سرید. جان آخ بیا نوبت کی؟ نوبت تو انداختی نه؟ آخری؟ آره دیگه بنداز. یک نوبت شانس دیگه ولی میدونم سرمی شانس قراره پاره بشم ولی خوشکال نداره. بنداز. ظرف از تو خلاص شد دیگه. خب دیگه میخوای تمام کنیم میخوای آخری رو بزنیم کی میزنه تو صورت دیگه. خب دیگه تو برنده شدی دیگه. خب دیگه من برنده شدم خودش اعتراف کرد دیگه بچه دیگه. تمام شد. برنده شدم ولی خب آخری رو میزنیم ببینیم کی دیگه برنده واقعی باشه دیگه. برنده واقعی نه برنده دوم. نه ببین نفر آخر کی خامه میخورن. وای یک دوا وایستا. نکن این که بر خودم نه اینجوری. نه کی صدا داد نمیدونیم چی بود. برنده مگه من نشدیم آقا جان. برنده مگه نشدم. خامه چرا بخورم دیگه. قبول کردی. یواش بزن فقط ببین. قشنگ زدمو. حالشو دیدی؟ این دنیا دیگه فایده نداره بچه. دیگه فایده نداره. وسایش دیگه بچه دیگه. حوالی بود. یعنی تو این زندگی. خب بچه دمتون گرم. اینجا پر خامه شد. اینجا رو باید تمیزکاری کنیم.
شهر ما خانه ما، ولی خب یه چیزی گفتیم حالا مواظب خودتون باشید. خیلی خوش گذشت، خیلی برای چالش های بیشتر و نمیدونم ویدیوهای بیشتر سعی کنید لایک و سابسکرایب کنید کانال ما رو و به دوستاتون معرفی کنید، کامنت بذارید. خیلی دوستتون دارم، میبینمتون.